کباب تابعی اما نه از نوع معمولی، بساب که ترش کباب گیلانی که اگه من شیم جوابم اصلا چون گونم چون ولکنش نبینه، اونم با اون سس خوش عطر و طعمش. اما بشین با هم چا کنیم. ایت پانو پیاز رندو بزنید، گوشت چرخ کرده، نمک و گرمالت زرچوبه بهش اضافه کنین و حسابی ورز بدین. ایت خرخارو که نچسب و باورین گران گوشت که حکم طلای داره، قشنگ کفش پهن کنین و به اندازه دلخواه تقسیم بکنین. چند تا تیکه کره مره با این گاز سر، ان خودتون باید زیاد بو گوشتن قشنگ از هم جدا بکنین، نه دو طرفم کاملا سرخ کنین. ایت پانو پیاز ریزه کنین، سبوکه که باز چند تا حبه سیر رنده شده به همراه نمک و گرمالت زرچوبه، عطرش که بلنده بس، نصف قاشق سیاه ترشی، نصف قاشق روبه گوجه، به همراه آغوزی که قشنگ ریزه بس، همه با هم دیگه مخلوط بکنین. آخ چوچاق و خالی باش، ننینه چه عطر و طعمی بهشته. الکی نما گفتنین نداریم چیکار کنین، هر سبزی دوست دارین اضافه کنین. ایت لیوان آب ما رو برین تا جوش بخورو. بعد سس آماده به کبابی که سرخ کوده بین اضافه کنین. ایت یک رو بعد چند تا حلقه گوجه او باشه، چند تا حلقه پامادار سرخ شدن بهش اضافه کنید و از دیدنش هم لذت ببرین، هم پست لایک بکنید. در کنار سس بی‌نظیرش واقعا شما را نوستنی عجب چیزی بود.